اینجا یه خودرو دارم که عقربه کیلومترش کار نمیکنه. بریم ببینیم ایراد چیه. خب ابتدا دستگاه دیاگ وصل میکنم ببینم که موقع حرکت سرعت خودرو توی دستگاه دیاگ نمایش داده میشه یا نه. اگه سرعت خودرو در حین حرکت داخل دستگاه دیاگ هم مشاهده نشد، پس عیب میتونه از خود سنسور سرعت یا سیم کشی اون باشه. خب میرم توی منوی پارامترهای عمومی سرعت خودرو. می‌بینیم که سرعت خودرو میفته داخل دستگاه دیاگ. پس ایراد از خود سنسور یا سیم کشی سنسور تا ECU نمیتونه باشه. یه نگاهی به نقشه میندازیم. ببینید این سنسور سرعت خودروه. ببینید شاخه سیگنال اینجا میاد، اینجا دو شاخه میشه. یه شاخه میره سمت ECU سیستم هوشمند، یه شاخه میاد اینجا، باز اینجا هم دو شاخه میشه. یه شاخه میره روی پایه 11 از سوکت 18 پایه مشکی و یه شاخه هم میاد داخل ECU. در اینجا دو حالت پیش میاد. ببینید سنسور که درست بود، سیم کشیش تا ECU هم درست بود، چون که ما اطلاعات سرعت رو توی دیاگ مشاهده کردیم. پس دو حالت دیگه میمونه. یا اینکه خود صفحه کیلومتر خرابه، یعنی اطلاعات سنسور بهش میرسه اما عقربه‌اش حرکت نمیکنه. حالا ممکنه موتور عقربه باشه، ممکنه IC باشه، یا هر چی که کار تعمیرکار برد هست. یا اینکه سیم کشی سنسور تا برد تا همین صفحه کیلومتر مشکل داره، یعنی اطلاعات سنسور تا صفحه کیلومتر نمیرسه. پس ما میایم چه کار میکنیم؟ ما میایم صفحه کیلومتر رو باز میکنیم و تو حالت درجا جک میزنیم زیر یه قسمت از خودرو، یکی از چرخ‌ها رو میاریم بالا که بتونیم سرعت رو شبیه سازی بکنیم، یعنی بزنیم دنده چرخ حرکت بکنه، اطلاعات سنسور سرعت بیاد و اینکه ما ببینیم که سیگنال سنسور سرعت تا پشت صفحه کیلومتر میرسه یا نه. میتونیم هم مثلا یه نفر برامون سنسور سرعت رو بچرخونه دستی، اونم یه روشه، شاید هم آسان‌تر باشه. اما من میخوام برای اینکه شما ببینید من این روش رو بهتون نشون بدم. حالا دستی رو کامل میکشم، جک رو میزنم زیر یکی از چرخ‌های جلو، دیفرانسیل اینجا عمل میکنه. وقتی یکی از چرخ‌ها درگیر باشه، رو زمین باشه، یکی از چرخ‌ها آزاد باشه، کل قدرت موتور میره روی اون چرخی که آزاده و ماشین حرکت نمیکنه. فقط من باید دقت بکنم اولا دستی کامل بالا باشه، دوما این جک رو که میزنم چرخ رو میارم بالا، باید طوری بیارمش بالا که در اثر نوسان چرخ، چون وقتی که من دنده زدم و چرخ شروع به حرکت کرد، بالاخره این سیستم تعلیق باعث میشه این چرخ یه مقداری بالا پایین بکنه. در اثر نوسان چرخ این چرخ نرسه به زمین که نیروش به زمین منتقل بشه، چون وقت حرکت میکنه. این باید دقت کنم. خب بچه من پیچه صفحه کیلومتر رو در آوردم، آزاد کردم. حالا صفحه کیلومتر در محل خودش در میاد. ببینید تو نقشه دیدید که سوکت 18 پایه مشکی این هست. من الان سوکت رو در میارم. خب ببینید اینجا شماره پایه ها کاملا مشخصه، 1 تا 9 و 10 تا 18 شماره گذاری شده. من میام سوزن ترگرد میزنم به پایه شماره 11 و مولتیمتر وصل میکنم بین این پایه و بدنه. ببینم موقعی که ماشین روشنه و چرخها در حال حرکت هست سیگنال سنسور تا روی این سوکت میاد یا نه. خب ببینید بچه ها، خودرو روشن، یکی از چرخها بالا در حال حرکت توی دنده 2 و اینجا میایم سیگنال سنسور بین پایه 11 و بدنه 6 ولت داره سیگنال میده.
پس سیگنال ما تا پشت صفحه کیلومتر هم میاد، مشکل از خود صفحه کیلومتر هست. ببینید بچه، یه نکته در خصوص ولتاژ سنسور سرعت یا سیگنال سنسور سرعت. ببینید من الان میام روی ولتاژ متناوب که میذارم، خب الان منفیش وصل نیست، صبر کنید من منفی رو وصل کنم. الان منفی وصله. 6 ولت داره سیگنال میفرسته، 6 ولت سیگنال میفرسته. ببینید بین بدنه و سوکتی که اومده پشت آمپر. حالا نگاه کنید با گاز دادن چه اتفاقی میفته. چرخ من درگیره و خودرو انگار که مثلا در حال حرکته، ولی ولتاژ هیچ تأثیری نداره، هیچ تغییری نمیکنه. نگاه کنید من گاز میدم، سرعت چرخ بیشتر میشه، سرعتم بیشتر میشه، ولی ولتاژ ثابته. داستان چیه؟ پس ECU یا صفحه آمپر چطور میفهمه که سرعت زیاد شد؟ ببینید دوستان، داستان فرکانس ولتاژه، نه خود ولتاژ. فرکانس این ولتاژ متناوب باعث میشه که عقربه بره بالا یا اینکه ECU متوجه سرعت بشه. من الان میام چه کار میکنم؟ میام میذارم روی اندازه‌گیری فرکانس. این مولتی متر من الان فرکانس داره، نگاه کن که واحد هرتز رو اینجا نشون میده. الان فرکانس این ولتاژی که داره میرسه 14 خورده ایه، 14-15 هست، فرکانسش 14 هست. خب من الان گاز میدم، ببین چه اتفاقی میفته. ببینید با گاز دادن و همون افزایش سرعت، فرکانس هم افزایش پیدا میکنه.